4 تا حرکت هست در ورزش، یعنی تمرین با وزنه، که عضله 4 سریران را هر 4 تا حرکت تقویت میکنن، همون کوادریسپس را. اینها یکیش لگ پرس هست، یکیش سکوات معمولی هست، همون ریگولار سکوات، یکی هک پرس یا هک سکوات بگیم بهتره، اسم درستش همینه، و یکی هم لگ اکستنشن. این 4 تا حرکت ماهیچه جلوی ران را تقویت میکنن، هر 4 تا، حالا به شیوه های مختلف. منتها این 4 تا حرکت را ورزشکارانی که تو حالا رشته های مختلف ورزش مسابقه میدن، به جز پرورش اندام، نبایستی این 4 تا حرکت رو در یه جلسه انجام بدن. حتی 2 تا از این حرکات رو هم نباید در یک جلسه انجام بدن، بلکه بایستی اگه علاقه دارن هر 4 تا حرکت رو انجام بدن و تو برنامهشون هست، بایستی در هر جلسه تمرین با وزنه یکی از این تمرینات را استفاده کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این 4 تا تمرین را در یک جلسه انجام بدن، یک مدار نورونی بازخوردی در مغز داریم که در واقع مثل مادر بورد عمل میکنه برای کنترل حرکتی، یعنی ارتباط مغز و ماهیچه ها. و این 4 تا حرکت با توجه به اینکه حالا یه جورایی از لحاظ شیوه انقباض یکسان هستن، عمدتاً انقباضشون آیسوتونیک هست، انقباضهای درونگرا دارن، و حالا در برخی موارد انقباضهای برونگرا هم صورت میگیره بر عضله 4 سر تو این 4 تا حرکت. اما ما تأکیدمون رو همون انقباضهای آیسوتونیک درونگرا هست. اگر اینا با هم انجام بشه، اون مدار نورونی بازخوردی که شامل قشر مخ هست، منظور همون قشر حرکتی مخ که خودش 3 قسمت داره، که شامل قشر حرکتی اولیه هست، قشر مکمل هست و قشر پیش حرکتی، و عقده های قاعده‌ای و مخچه. حالا در یه سمت این مدار نورونی عضلات قرار گرفتن و گیرنده های عمقی که تو اون مدار بازخوردی نورونی داخل مغز دیگه این عضلات و گیرنده های عمقی خیلی شرکت نمی کنن، بلکه اون مدار نورونی بازخوردی اساسی بین قشر حرکتی هست، همون 3 قسمتی که اشاره کردم، و حضورتون عرض کنم که مخچه و عقده های قاعده‌ای. جالبه که قشر حرکتی وقتی میخواد یک مهارتی انجام بشه، مثلا دریبل در فوتبال یا هر حرکتی که شما فکرش را بکنید، قشر حرکتی فرمان را صادر میکنه، منتها این فرمان به صورت نسخه، به صورت یک کاپی، حالا در فارسی میگیم کپی، به عقده های قاعده‌ای و به مخچه داده میشه به صورت همزمان. این خیلی مهمه. و عقده های قاعده‌ای حرکاتی که نباید انجام بشن را به قشر حرکتی خبر میدن، اطلاع میدن از این کپی از طریق تالاموس اینجا تقویت میکنه پیام ها را، و مخچه هم باز از طریق تالاموس حرکاتی که باید انجام بشه را به قشر حرکتی اعلام میکنن. بعد قشر حرکتی میاد یه فرمان خالص را صادر میکنه به ماهیچه ها برای اینکه اون مهارت انجام بشه. خب حالا اگر این 4 تا حرکتی که خدمتتون عرض کردم، حالا این مربوط به پاس، حالا مربوط به تنه و دست هم به همین صورته، یعنی ما
اگر یک ماهیچه را یا مجموعه ای از ماهیچه ها را بخوایم با بیش از یه حرکت به اصطلاح تقویت کنیم، در یک جلسه پارازیت عصبی ایجاد میشه، پارازیت کنترل حرکتی ایجاد میشه و یک ناهمخوانی بین عقده‌های قاعده‌ای و مخچه ایجاد میشه در اینکه حرکاتی که به اصطلاح پیشنهاد میکنن که انجام نشه و این عقده‌های قاعده‌ای انجام میده و حرکاتی که پیشنهاد میشه توسط مخچه که انجام بشه، اینا با هم اوورلپ پیدا میکنن و در واقع یه پارازیت هست. این همون یه پارازیت عصبی هست و خود همین در واقع یک مداری رو راه اندازی میکنه در مغز که سیگنال های بازخوردی را تضعیف میکنه. احتمال اینکه ورزشکار آسیب ببینه، حالا این در خصوص پا هست، من گفتم کوادریسپس و اینا، ممکنه که حتی آسیب های زانو ایجاد بشه مثل پارگی ACL و مواردی از این قبیل. حالا باید چیکار کنیم؟ ببینید، ما بایستی اگه به عنوان ورزشکار هستیم، اگه پرورش اندامی هستیم یا به صورت تفریحی ورزش میکنیم، این 4 تا تمرین در یک جلسه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ابدا. اما اگه ورزشکار هستیم، در باشگاهیم، مسابقاتی داریم در هر هفته یا هر 2 هفته یه بار، یا تمرین داریم، برای قهرمانی داریم تلاش میکنیم، نبایستی این 4 تا تمرین را در یک جلسه انجام بدیم. حتما اگر اصرار داریم و جز برنامه ماست که این 4 تا تمرین رو انجام بدیم، الزاما هر کدام از این تمرینات رو باید در یک جلسه انجام بدیم. اگر حتی 2 تمرین رو انجام بدیم، این باعث ایجاد پارازیت میشه تو همون مداری که خدمتتون عرض کردم و اون در واقع اون اصالت اون مدار بازخوردی را تضعیف میکنه. چون میدونید دیگه این مدار بازخوردی نسخه هایی که داده میشه توسط قشر حرکتی به عقده های قاعده‌ای و به مخچه و همینطور خب میدونید یه نسخه هم ارسال میشه به ماهیچه ها که فعلا با اون کاری نداریم، یه نسخه هم میره تو قشر اسوسییشن مغز در همون قسمت حسی که آماده باشه برای بازخوردهای محیطی. این کپی هایی که میده توی اینا پارازیت ایجاد میشه، همون فید فوروارد هست یا افرنت کاپی. البته خب این 2 تا واژه با هم متفاوت هستن اما در یک راستا هستن. اگر ما 4 تا عضله را خدمتتون عرض کردم، ببخشید 4 تا حرکت را برای تقویت عضله 4 سریران در یک جلسه انجام بدیم، خب میدونید اینا ست هاشون هم یه جورایی زیاد هست. 3 ست مثلا 10 تکرار، 12 تکرار، حتی بیشتر. من کاری با آسیب دیدگی که ایجاد میکنه ندارم در ماهیچه، فقط میخوام مدار بازخوردی را براتون بگم که ورزشکارانی که آسیب میبینن به طور مرتب تو مسابقات، حالا گاهی اوقات ACLشون پاره میشه، گاهی مچ پاشون پیچ میخوره یا مشکلاتی از این قبیل، اکثرا در تمرین موازنه و در تمریناتی که خیلی از مقاومت استفاده میشه، حالا از مقاومت خود بدن یا وزنه ها، مثل تمرین موازنه، مثل تمرینات پلایومتریک، اشتباه بزرگی که انجام میدن اینه که یک ماهیچه را چندین بار با چند تا حرکت تقویت میکنن و این اشتباه بسیار بسیار وحشتناکی هست. شاید عضله خیلی قوی بشه، استقامت عضلانیش بهبود پیدا کنه، قدرت عضلانیش عالی بشه و بدون شک همینجوری هم میشه، به شرط اینکه استراحت کافی باشه و تغذیه خوب هم انجام بشه و ریکاوری و اینا هم در نظر گرفته بشه. بدون شک 4 تا شیوه تمرینی برای یک عضله در هر جلسه خیلی عالیه. اما
مشکلی بسیار بسیار بزرگ و وحشتناک چیه؟ پارازیت در مدار بازخوردی عصبی هست که تمام اون دستاوردهای داخل عضله را که همون استقامت عضلانی، قدرت عضلانی، چابکی، هر چی شما نام ببرید رو اونا را از بین میبره و فرد در هنگام مسابقه ممکنه آسیب ببینه و اگه هم آسیب نبینه کاراییش میاد پایین، چون مدار بازخوردی برای یک مهارت خاص اگه پارازیت داشته باشه انرژی خیلی زیادی مصرف میکنه و این انرژی زیاد هم که میگم مثلا انرژی 1 برابر و 2 برابر و 3 برابر نیست. حالا من مثال میزنم براتون، فقط مثال عدد هست، من نمیدونم واقعا این عدد همین قدره یا نه، اما فرض کنید که یک ورزشکار برای یک اسپک در والیبال دو کالری به اصطلاح انرژی مصرف میکنه به صورت عادی. اگر این مدار نورونی بازخوردی پارازیت ببینه اون وقت 5 برابر بیشتر باید انرژی مصرف کنه و این باعث میشه که ورزشکار از اون کارایی لازمش کم بشه و یه ورزشکار حالا 1 ست یا 2 ست یا 1 نیمه از اینا باشه، ورزشکار 6 دنگی نخواهد بود. I used arousal that it is a state, it is an incidental element.